مرزبان کیه که گرازه تاخ هر رفت جلو. همچی که گرازه میخواست بره پیوز گفت صبر کنی گرازه برگرد، خودم میرم داغشه به دل مادرش میذارم. کودرز گفت سپهبد طوس پهلوانون دلاورون هستن، شما سپهبد ارتشی، صبر کن کسی دیگه بره. گفت خودم میرم. طوس همچی که خواست اسب به جولون در بیاره، گستهم برادر طوس گفت منم میام. دوتا برادر با هم دیگه. کودرز گفت نرین 2 نفری، برای ایرانیا خوب نیست. طوس با گستهم تاخ کردن، رسیدن برابر برزو، دهنه اسب کشیدن. برزو گفت تو کی هستی؟ گفت به من میگن سپهبد طوس پسر نوذر شهریار، سپهبد ارتش ایران. این کیه؟ گفت برادرم گستهم. گفت برای چه آمدین؟ گفت آمدیم تو را ادب کنیم، برگردی به دیگران بگی کسی هوس گرفتن مرز ایران نداشته باشه که یک مرتبه گستهم با طوس دوتایی خیلی حرف نیزه هاشونو دراز کردن برا برزو. برزو تو که نیزه جفتشونو گرفت، یک قوت نیزه را از چنگشون در آورد، یه نیزه انداخت زیر شیرقلاب طوس، یه نیزه انداخت زیر شیرقلاب گستهم. هر دوشون اخهاونه زینک هم زد زمین. اینا رو ببندین، بستن زندان. طوس و گستهم بردن زندان. کودرز گفت ای داده بید